4 ترفند طراحی فروشگاه‌های زنجیره‌ای. ترفند اول اینه که اقلام با بیشترین تخفیفشون رو در قفسه‌های اول فروشگاه میذارن. ذهن مشتری در بدو ورود حساس و حسابگره و با دیدن قیمت‌های پایین در اول فروشگاه گاردش پایین میاد و در ادامه آسون‌تر خریدهای گرونتر رو انجام میده. ترفند دوم اینه که فروشگاه‌ها پرفروش‌ترین اقلامشون رو در پشتی‌ترین و آخرین نقاط فروشگاه قرار میدن تا برای برداشتنشون مجبور باشید از تمام قفس‌های دیگه هم بگذرید، شاید خرید اضافه انجام دادید. و یه سری از قفسه‌های اقلام ضروری رو هم هر هفته جابجا میکنن تا در هر خرید مجبور باشید که دنبالشون بگردید و زمان بیشتری در فروشگاه باشید. ترفند سوم اینه که اقلامی که مربوط به بچه‌هاست رو در قفسه‌های پایین میذارن. یا اگر در قفسه‌های بالا هم باشه تصاویر جوری طراحی شده که به پایین نگاه کنن و با بچه‌ها ارتباط چشمی داشته باشن، نه شما. ترفند آخر هم اینه که شرکت‌ها با اینکه میدونن میانگین خرید مشتریان چقدره، ولی از سبدهای خرید بزرگتری استفاده میکنن تا ناخودآگاه اون خالی بودن سبد به شما فشار بیاره و بیشتر خرید کنید.